وطندارای عزیز، جوانای مهربان، بزرگای علیقدر دوست داشتنی، جمع زرسینه و سرخسینه را دیدین در تشریح آوردن از صحبتای نبی جان. پالوان برادر عزیز ما قربانش، چه خوب صحبت ها، چه خوب تشریح. حال نوبت میرسد جمع دیگه از خاندان زرتمشکی. قربانتان تا آخر برنامه با ما باشید. نبی جان حسین گل مشکی هم که از بسیار از قدیم قدیم اصل اصلی کفتر افغانی است. دیگه این مشکی ها خودش از خود نسل داره. مشکی های زرد است که بسیار مقبول کفتر. مشکی ها در اصلیت مشکی ها دو رنگ مشکی است. مثلا دو رنگ مشکی است که گوه مشکی گفته میشه. یک رنگ مشکی است که نولش سفید است که بعد مثلا جنس های اصلاح شده آل است که مثلا همون جنس هم مردم خوش میکنه. و یک رنگ مشکی است که مثلا نولش رقم خودش خرمایی می باشه. کو جنس و ای جنس اردوش کدام عیب نداره، اردوش خوب کفتر است. نول خرمایی و نول سفید. البته که در مشکی که نول سیاه می باشه و چشای سیاه پتین می باشه. دیگه این شناختاییش است که نول 50 که سیاه بود و هم چه سیاه پتین می باشه. دیگه این مشکی ها یا نولش خرمایی باشه یا نولش مکمل سفید باشه، اردوش زیبایی خاص خود داره. نبی جان بسیار ببخشید، عفو میخوایم، در مشکی چند رنگ است؟ در مشکی بیا در سرخ و زرد است. باز بعض رنگ‌های دیگه است که تغییر نسل خورده و بیا در بعض مشکی‌های لوشی است، بعض مشکی‌های سبز است. دیگه باز واقع شدگی است. خیلی جنس خدا با اونجا اصل سرخ مشکی و زرد مشکی. سرخ مشکی، سیاه مشکی، سبز مشکی. و دیگه مشکی یکی سیاه مشکی هم که از در جمع سیاه مشکی است، سرخ مشکی هم که از در جمع است. زرد مشکی هم مثلا در جمع زرد مشکی است، زرد مشکی سیاه هم است. مثلا سرخ و زرد که میگی اونم کلش یکی است. در شوکی سیاه میگیره، زرد هم سرخ. زنده باشی. کیره در شهر کابل در شوقیا امیر محمد گذرگاهی با کل کاکا و خراباتا و شوقیا معلومه. واقعا که تشریح ایه داد. حال نام خدا تعداد مشکی، زرد مشکی، سرخ مشکی، سیاه مشکی، نبی جان پیشتر فرمود که سبز مشکی را بسیاری دوستان نمیفهمند. حالا نام خدا شوق پیشرفته شده. وقت به نبی جان میدیم که حالا یک دانه زرد مشکی را به دوستان تشریح میده. دیگه این یک دانه زرد مشکی ماده است که از اوصاف روی، چشم، رنگ، بغبغه، پوپک بسیار مشکی حالا نداره. مشکی های اصل مشکی های اصل باید پوپک، بغبغه، یک مجهی، چشم خوبش، قاب سر، چیزی که نمی سیاسینه و سرخسینه و زرسینه است باید اینم تو مشکی های اصل آمد. دیگه این مشکی رنگ خوبش داره. و ناگفتن امانه کاکا شاه حسین و نبی جان گل به اجازه شما می کفترکم زرد مشکی سینه را کاکا نجیب نایب خیل از لوگر است. ماشاءالله بسیار یک آدم بسیار دیگه شوقی زو رفیق برادر هر چی که بگویم کم است. بسیار یک آدم شریف، بسیار یک آدم مهربان، بسیار یک آدم سخاندار. این کفترک بر ما لطف کرده. ما یک زرد مشکی سفید داشتیم، گفتم راه کفترکتان جوره کنید که شوق مشکیات رو بشه. این زرد مشکی های بسیار اصیل است که از نگاه رنگ بسیار تصویر میکشه. دیگه این ماشاءالله ماده بسیار کلان است، بسیار خوب کفتر است که در دست گرفته نشده. البته تناور ماشاءالله زیبا، میزنه بسیار مقبول، بسیار زیبا. بخیر شو کنید، بخیر شو. دیگه کاکا شاه حسین گل اینی کفتران جوانی خانزاد خودم است که زرد مشکی سینه، زرد مشکی سینه است. یعنی اون کفتر گفتم که نولش خرمایی، اینی کفتر این زرد مشکی است که نولش سفید. مگم از نول خرمایی هم کردن نول سفید بسیار نمود میده. حال دیگه که گفتم کفترای 2024 است یا 2024 است که اصلاحاتشان بیخی مکمل شده. دیگه این رنگ مشکی در کل افغانستان پیشکس نیست. و همچنان ناگفتن امونه یک تا یگانه است در نگاه مشکی. از اوصاف خوب یک مشکی اینمی است که نول سفید همراه پنجای پای سفید داشته. بله بیش شفیق جان خدا پنجای نول کفتر که یک رقم بود، نولش سفید، پنجایش سفید و رنگ مشکی را داشت. مشکی است. مشکی خودش جنس نبی جان پیشتر فرمود. شاید که معلومات نبی جان شاید از مکه بیشتر باشه، ولی من معلوماتی که دارم مشکی یک جنس خالص نیست. چرا مشکی را دریا گد شده لاکیس و اکثر وقتا بزرگا چیزی که میفرمایند این مشکیا کس گد شده پتیناست یا زرد کنده شلایده است و این کسکدرایی که نولش سفید شده این باعث شده که پشتش پاک شده، یعنی اصلاحات بیشتر آورده شده دایش. کفتر مشکی باید اوصاف خوب شینمی است. دیگه اوصاف های کفتر که پتین داره عین ای داشته باشه، صرف نولش باید سفید باشه. یا سفید نول یا خرمایی در مشکی تفاوت نداره.
باز دوستامش نول سفید خوش میکنن و مقبولی کفتر هم در نول سفید است، چرا کفتر سیاپتین اگه نولش سفید باشه بد معلوم میشه. بله کفتر سیاپتین سفید باشه زاغ نول سفید و باز پدر نمیخوره، عیب از کفتر و او را باز دوغدم سفید خالص گفته نمیتونه. لاکی گفته میشه. لاکی از جنس لاکی میباشه و پتای نولش سیاه باشه مشکی باید نولش اگه سیاه بود باز عیب از کفتر نولش باید سفید باشه. کسایی که میخواین مشکی را برای چوچای پتاینا تفکیک کنن، بله اکثر دودی مشلاک است، اکثر سایکو نولش که 50 پای سیاه است. او وقت که سیاه باشه نول 50 پایش بازور ما میتونیم بگیم که چوچای سیاسینه است. سیاسینه یا استثناء وجود داره. استثناء البته به شوقیایی که کفترها رو فرش سفید میکنن استثناء وجود داره که کفترها سفید نکنن نمیکنن. نولش که ناخن پایش که سفید باشه باز کفتر از جنس مشکی خالص است، باز میتونی که سفید هم کنه، سپر هم میباشه و یک مقبولی خاص خودم داره. زیافتر دودی مشالای دم سفید که است چکیدگی های زیاغ است، دو تا زاغا که در سابقه ضعیف میشد باز دودی مشال چوچه میداره. نبی جان نولشان اندامشان رقم زاغا می باشه. در یک تجربه دودی مشال بسیاری کسا نداره. دودی مشال از چی به وجود میاد؟ اینم تو که قلاقای سیاه فولادی چوچه داده، اینم تو زاغای دم سفید فولادی چوچه میده. چی میداده؟ دودی مشال چوچه میده. تشکر از دودی مشال از اون جنس است. عالمی خاندان کنده دودو مشل چرا از بین رفته؟ دودی مشل خب مثلا چوچای زاغ است. حالا زاغا سر رنگایشان بسیار کار شد که دودی مشل زاغا چوچه نمیده. رنگایشان ثابت شده، رنگا ثابت کندهشان تغییر کرد. بله باز دودی مشالا را زیافتر مردم که این مشکی ها زد. لاکی ها را که این مشکی ها زد. باز این رنگ بسیاری مشکی ها که از رنگ لاکی گرفته میشه. لاکی در اصلیت خود در حساب رنگ بهترین رنگ لاکی داره. جلادار است. رنگ جلایش و اصل رنگ لاکی را داره و مشکی هم که اصل بیادر به حساب که بس کسا میگن مشکی مثلا ناف مشک آهو. بله و اون رقم این رنگ مشکی را به این دادن که گفتن مشکی. دیگه صاف چی است که باید مشکی یک رنگ یک دست داشته باشه. رنگ خالص مشکی باشه یا سرخ مشکی باشه یا سیاه مشکی باشه یا زرد مشکی مکمل یک رنگ را یک دست باشه. این مشکی که شما با تصویر میبینین این ماشاءالله خوب یک رنگ بسیار مقبول داره. مشک از زرد مشکی است، یک دست است رنگش. اصل مشکی نیست. اصل مشکی همی است. اصل مشکی نیست. از نول که اصل است تا اون ضمنش مشکی ها فعلا که است که ماما شاه حسین زیاد ضرورت داره که اصلاح شود. ولی کفترک پیشماست کفترک اصلاح شدگی است. کار میکنن مردم سر مشکی ها کار میکنن. ان شاء بعدا هم کار میکنیم که دوستا رو مستفید بسازیم ان شاء الله. فعلا سر از یو چنان کار شده که از نگاه اندام نور چشم بغبغه پوپک همه چیز اوصاف کفتره که مثلا در سیاسینه و سخسینه است در سینه است فعلا دین این مشکی هم هست. قربانت تشکر. دوستای گرامی نام خدا ماشاءالله نام خدا در شوق برکت. نبی جان که هر دانی از این تشریح میته که من گوش میگیرم. شوقی سیم خدا نام خدا و خیر شوق. و این زرد مشکیگه کم یک دوست ما بسیار یک آدم شریف سلامای ما رو پذیرا باشید. لالا استاد موین گل از مزار یک شوقی بسیار کاکا، یک شوقی بسیار خوب، یک آدم بسیار سرخاندار. این کفتره که بر ما از مزار لطف کرده از جنس کفترهای خودش است. البته یا البته خود استاد اصلاح کردن. بله استاد موین خود کفتره که اصلاح کرده که از نگاه رنگ نول چشم رنگ است. دیگه این کفتره که بر ما لطف کرده کفتر چند تا چام گرفتیم و ماشاءالله بسیار یک بست خوب، بسیار یک لاش خوب، بسیار یک رنگ مشکی دم رنگ علاوه که بگویم تمون ناسلایشان بود. به خاطر که زرد مشکی دم رنگ ما توقعش نیست که مثلا 50% و 40% شام نیست، چون که ما در بازار هستیم در خرید و فروش هستیم. حتی با خیلی هم زرد مشکی سینه دم رنگ بسیار کم یافته است. که دارم خیلی هم که باشه 10000 15000 20000 مردم میخرن. همین کفتره که استاد موین لطف کرده چای کفتر خودش از توفه روان کرده و خوب نون و پر بستام است. و دوستای عزیز ببینید که نمی رنگ مثلا سخسینه و زرسینه که پوپک و بغبغه داره، اینم اصل کفتر بیادر اوصاف که داشت. کفتر اصل که بود پوپک شلایده می باشه، بغبغه شلایده می باشه، پوشانی شلایده می باشه، نول شلایده می باشه، موجه شلایده می باشه، چشم شلایده. کفتر خاص اونم کفتریت می داشته. البته دین این مشکیامون اون چیزا کلش هست. نام خدا. باز اون وطندارای عزیز واقعا که زرد مشکی سینه کم یافته از دم رنگش. کفتر افغانستان نایاب است در کل جهان است. بله. مردم افغانستان کفتر افغانستان در دنیا نیست. بسیار مقبول، بسیار زیبا، ماشاءالله نام خدا. بسیار مقبول نام خدا و خیر شد. حسین یک دانه کفتر انتیک بسیار نابغه که چی در داخل کشور چی در خارج کشور جوک ازی رقم ازی بمساوی ازی کس کفتر نداره. ماشاءالله خود سفری نشه. هر کی که بیادر دمی کفتر دمی اندام و دمی سروری
برد هم میزنه که ایمی کفتر ما کدیش برد میزنه. بسم الله. بله بسم الله در گز در میدان. خدا این یار. کفتر از ترکمشکی های دم سفید خود ماست که البته در کارته مومنین یک دانه ترکمشکی بود موزپای پیش ما. بله بله. که بازور استاد یاسین برد است پیش ما. از این کفترها ما چند دانه چوچه گرفته بودیم که نمی چوچه از دور خدا بچه که 3 ساله است یا 4 ساله کفتر شد. دیگه نیم یک دانهش پیش ما مانده که البته از این جنسایش جور کردیم چوچه گرفتیم. دیگه این کفتر بسیار زور کفتر است. دیگه یک دانه مشکی چپ است، ترک مشکی چپ، بسیار رنگ خوبش دانه دار، یک مجر نول خوبش، قاب سر خوبش. دیگه سرخ سینه مشکی چپ است، بسیار خوب کفتر. البته خوبی خاصی کفتر که است در موزه پاییش است، در اندامش است، در کله و نولش است، در قد بستش، در اندامش است. نام سید ناگفتن ما به تعقیب گپای لالا نبی نمی یگانه کفتری است که از جنس کفترهای خود ماست خود ما جور و یک دانه از این کفترها برای البته برادر از از به استاد قدرت الله بله. راسخ تحفه دادیم بله. که رنگش سرخی دار است. او دنبش سفید آمده، این هم دنبش رنگ است ولی در اصلیت خود دم سفید است و خوبی از این کفتر همی است که بست خورد نداره، لاش خیلی کلان داره، خیلی یک گوشوار کفتر است، خیلی یک اصل کفتر است. اصلیتش دینمی است که یعنی به واقعیت خیلی چوچه دوست هم است و اصلیتش دینمی است که کفتر هیچ خطا نمیکنه. و یک خوارش پیش بس کنم موزپایی که در هم میبینی بیادر زادای از این کفترک‌ها زیاد دوستا را دادیم. فعلا نمی کفترک که پدرش نمی استاد کفترک یاسین قهرمان دادیم. بله. و این بچه‌اش که خود خوش خودم آمد چپ است به خود ترک مشکی چند صفتی که معلوم میشه در می کفتر است. بله است. از نگاه روی 8 صفت یا 9 صفت یا 10 صفت یا 12 صفت یا اوصاف ماشاءالله همی کفتر داره. از نگاه گردن همی کفتر داره، از نگاه رنگ همی کفتر داره، از نگاه اندام همی کفتر داره، از نگاه موزپایی که مثلا ختم صفتا میشه به آخر در پای میرسه. بله. و صفت و اوصاف همی کفتر داره. و همی کفترک یک کفتری است که بعضی جاها یگان مشکی ها را اگر دیده باشین شاید پرپای بوده باشه، بله. ولی او کفترک هاست کفترهای خارجی به وجود آمده. بله بله. چون او کفترک ها لاش خورد داره. یگانه اوصاف کفتر افغانی نمی است که لاش کلان می داشته و باشه. اگه از خارجی هم نبوده لالا شفیق گفتم گرفتم به گلال بدل شوه. از کفترهایی بوده که اصل نبوده. کفتر که اصل نبود اندام نمی داشته باشه، جسامت نمی داشته باشه. این یک نوع از نگاه بیادر کفترهای افغانی است که مثلا کفترهای افغانی از نگاه سر نول و اندام بسیار کلان میشه. ولی گفتن ما که یک دانه چوچگک از این در برنامه قبل شاید شما تماشا کرده باشید که فالو نسبت دادیم. بله ها پیش ما فالو نزت دادیم، لالا نبی خطاب دادیم. دیگه این کفترک هم چیز که ما باید دوستا زیاد شوقی ازی است و بیادر ما بر دوستا هم خوش میاد بخشش میکنیم. چوچگک‌های زیر بسیار مقبولشه برای یک آدم نازدانه. ما صمیم که میگفتیم در ایام برنامه که برمارتی گرفتیم با او لطف کردیم و یک دانه چوچی از زمین پیش لالا نوید است که از بعد برنامه‌ش میبینین که این ماده به موزپای خورده، چوچه را موزپای نداده، یک دانه سرخ مشکی است که با چوچی همی کفتر است. باز دوستا ببینن همی کفتر را تایید کنن. دیگه باز دیگه در برنامه چوچای موزپایش یا به وصال بخیر چوچای نمت موزپای زیر اصلاح شده را نشانتون ان شاء الله. دیگه این کفتر از نزدیک بی کفتر است. دیگه نوید جان پالوان نوید دیگه همی پنجایش به مردم نشان بده، چشمایش به مردم نشان بده. واقعا که زیبا، واقعا رنگ بسیار خوبش است. سرخ مشکی به اینی کفتر میگن، سیاه مشکی نیست، سرخ مشکی است. موزپای اینو میره میگن نام خدا. این یک دفعه ما که شوق ما شود. نام خدا ماشاءالله دوستا وطندارای عزیز واقعا و البته دوستا چلنگ ما خفه نشده باشه. نام خدا کس نداره جو کزیر دوستا سعی کنین که سرخ مشکی موزپای واقعا که دشانه دسینه نام خدا دوستا سعی کنین که از این کفتر لذت ببرین. نام خدا دوستا سعی کنین ماشاءالله بخیر شد. اینجا الهش کو پاک حسین اگه شیش چه خوبی یک روی داره شانه ماشاءالله. قربانت نوید جان قن زنده باشی. واقعا کل چیزا رو تعریف کردیم. نوبت ما با چیزهای سوروشن بهترین سوروشنا داشت افغانستان. بله. سوروشن هم بینیم کوپک بغبغا بیافتر در سوروشن ها می. بله بغبغایی. بله اصل بغبغا سوروشن ها می داشتن. ببینیم که نوید جان کفتر بسیار یک نسل قدیمی است.
بسیار کمچین است که خدا نزدیکی مونده بود. مثلا این اگر پیش شوقیا باشد از این بسیار نسل‌های زور پیش میگیره. دیگه از این کفتر بیخی کم است. این کفتر اینمی کفتر هم فکر کنم که در کل جهان اینجا باشه. امی سوز و روشن. بله به خاطر که کفتر بیخی قدیمی است، بیخی کفتر زور است. برای دوستان شما دیگه اینا احمد جان بسیار از نزدیک سوروشنا که میگم کوپک و بغبغه از این میشه. ماشاءالله ماشاءالله. اینمی کفتر امی چشم چشم خوبش همیشه دوستا اینجا که میگن بهتر این کفترک کس از داخل چشماش پرایش برآمده بره نزدیک سعی کنن. بله دوستا این کفتر سوروشنا مجایش بسیاریش الماسی میباشه، بسیاریش مجایش سرمکدگی. ماشاءالله داخل چشمش هم تو آبی میباشه الماسی. دیگه ماشاءالله. اینمی سوروشنای از چیز و خوبیای خاصی کفتر که داره از نگاه روی اوصاف روی از یا بسیار زور باید است. از همه خیلی لاشدار کفتر بس ان شاء الله دوستا. خوبی دیگه چی داره که بیادر سوروشن مثلا از نوک نول که یک رنگ باشه تاشیدم، از نوک نول زیر یک رنگ باشه تاشیدم. بعض سوروشن هاست که چاتای سفید می باشه، سینه می داره. سینه شاید نیست دست. بله بله. سوروشن های سابق کمک غبار بود که با توسط اودیا یا نایا با تخیلات آورد. اصلاش سینه گم شد. بله. اصلا سوروشن سابق بیافترش هم سینه داشت هم خط بال داشت. حالا مثلا خط بال بیافتر اونم خصوصیات سوروشن خوب در خط بالش بود. به خط بال بسیار خوبش اینه میاد و رنگش پایدار داشت. پر خوب داشت. فرق دوی سوز و روشن به خط بال خوش دارن یا خط بال دارن؟ اردوش خوبش است. چی فکر کو که سیاپتاین گلدار و بیگل این سوروشن همون یعنی سوز و روشن خط بال داشته باشه. خط بال هم داشته باشه، اوصاف صفت خود داره، اگه بی خط بال هم باشه زیباست. بله. باز خط بالش چه رنگی که بیادر اینی خط بال سم صحیح مکمل باشه، اگه خط بال دار می باشه بله. امیاشتش مکمل باشه، اگه نمی باشه باز تو نیمه نداشته باشه از کده بی خط بال باشه. ولی سفیدیش زیاد نباشه. ولی یا سفیدی خود داشته ساوند باش. چرا که بسیاری کسای مثلا 100 سال پیش یک لوت که این کاغذهای جرمنی خورده این سوروشنا زیافتر خط بالا که گم کنن به مو خاطر گم کنن. باز بازو کدام فهمیدیم کاغذهای جرمنی بسیار کس خاطر که پشتشان صاف است باز یاف نسل گیری کردن نتونستن باز که ودیا زدن باز ودیا پر خراب کرد باز اونموش که پس خود سوروشن به رقم خود سابق باشه بهتره. تشکر از معلوماتت از بیادرید. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دیگه این کفتر بیخی تاریخی است. ماشاءالله. بسیار مقبول، بسیار عالی. در شوقت برکت، عمر دراز. بخیر شوق کنید شفیق جان قم. نام خدا. ماشاءالله ماشاءالله. واقعا که تا بالا تو سوز و روشن ندیدید. ماشاءالله. زنده باش. کفتر بیخی دیگه از همه قدیم کفترهای نسل قدیم است. بسیار شوقیاری فکر کو که اینمی نسل سوروشن رفته پشت کار خود دنیا رو با خدا دیگه شوق 100 ساله را شما تازه کردید. خدا کتتون خوبی کنه، زنده باشین. احمد جان گل اینمی قسم که سوروشنا سابق بود، اینمی قسم سوسپتاینای بسیار زردگل یادم میاد زور کرده بودن مردم. در اصلیت خود گل نداشت. گل نداشت، از زردمشکی ها زده بود، با زردمشکی ها گورپتاینای بانجانی را داده بود. بعد از اونم اصلاح شده بود سوسپتاینای زردگل داده بود. دیگه این کفتر هم یک دانه سوسپتاین است دومرنگه. یک دانه سوسپتاین دومرنگه است، بسیار مقبول کفتر، بسیار یک نیل خوبش، دیگه بسیار زور کفتر. دیگه این کفتر هم اصلی سوسپتاین است چون که فامیل سینه‌اش سوز است، در جمله سوز مرغوی نمیره. سوسپتاین باید سینه‌اش روشن باشه، سوز باشه. گوش که سینه نمی داشته باشه البته ما پیش از اون گفتیم که در جمله مرغوی میره یا ششتری میره. دیگه این کفتر هم بسیار زور کفتر، کوفک همه چیز داره، بسیار نیل خوبش، سر دم بالش یک بسیار پر خوبش که البته سوسپتاینا پرشان لکه نداشته باشه مثل دیوار. حالا نمانده سوسپتاینای دو سوز نمانده دم تقیس مانده به شوقیای زور مانده. ولی کاکشافتای گل هم سوسپتاین اصلی نمانده. سوسپتاین باید که سوسپتاین سیاپتاین موری باید سینش سوزی داشته باشه. ماشاءالله. ولی اگر تنها گردن و دم به بال باشه بازور سوز مرغوی میگن. ولی اگر مکمل بالایش رنگه باشه سوز باز میگن. اگر کمپر باشه سر دم باشه با سوزشتری میگن. سوزشتری میگن. بله. اگر باز از یام بهترین کفتراست بازدهی پتاینا که سوسپتاینا چپ سوسپتاین هم است. سوسپتاین چپ هم است که یک طرف مثلا مکمل بسته می باشه پرایش
و یک طرف 6 پر 7 پر 8 پر 9 پر 6 پر میباشه این 100 پلاین چپ میگن. دیگه کفترایی که مکمل پرایش دو طرفش بادخانه‌اش هم رنگ است دو باد است. کفترایی که سر دنب است سورش ششتری میگن. کفترایی که به سینه است مرغوی. بله کفتر که سینه نداره ساز پتاین سینه نداشته باشه ششتری میگه. باز عموما این کفترها را چون ساز پتاین اصلی گم شده این ساز ششتری را هم ساز پتاین میگن. این با واقعیت ساز پتاین است چون سینه‌اش سوزی داره. قربانتان یک جان سپاسگزار خدا کتیتان خوبی کنه. نگی جان کفتر خو بسیار زیاف است دیگه پتاینا یا خلاص شد باز نوبت میگیره به شیرازی ها دیگه شیرازی ها رو به دوستان نشان میدیم البته مردای پتاینا و سرخا و زردا کلشان است دیگه این برنامه هم شاید که ما که میبینم برنامه بسیار خوبیش است برنامه بسیار دیدنی است شاید که یک برنامه نشه دو برنامه شد اما ترسه نام خدا سه جمع کفتر عبی جان تشریح داد تشکری میکنم از پالوان شفیق از پالوان اسمت از پالوان نبی جان قصاب یک جان سپاسگزار که مثال بیادر و ریشه و قدیم البته که نمو سخسینایی را که دیدیم سخسینا زیاف است دیگه برنامه باز وقتش بسیار زیاد میشه که تشریح کنیم بله دیگه این یک دانه سخسینه ماده است اوصاف و صفاتایی که کفتر خوبش در نر داره اینمی کفتر هم داره نام البته اینم تو مادام کلش زوردار کلپوپکی چشم مورایی تو نیست که مثلا ماده نقص نواقص داشته باشه پشت روی رنگ اصلا همه چیز کفتر خوبش در این ماده است ما توفیقش خوب کفتر نام خدا ماشاءالله هر کس هم که ببینه دوستایی که نوشاق باشه خیلی نرم میکنه کفتر اندامای خوبش اینم که ماده داره کل کفتر اینو مثلا که ما گفتم کفتر اصلی از اندام چشم و ریش معلوم میشه اینمی کفترای اصلی و نامختنمون دوستای گل نام خدا که کفترک هم از کفترهای استاد یاسین قادری است از استاد یاسین قادری قهرمان کشور ما شما ماشاءالله یک ماده است که بیخی نرچاپ است براستش دیگه بازم در سر سیاه ماده ایم که این یک دانه سیاسینه ماده است که بسیار یک موجه نازک خوبش چشم مورایی بسیار خوبش پوپک بغبغه اندامای بسیار خوبش دیگه این کفتر هم پشتوری است چهار تا پاچه رنگ است دیگه بسیار زور کفتر بسیار مقبول کفتر تو مادای کلان فعلا در افغانستان و در خارج بسیار کم است واقعا چون که ماده بسیار خرد می باشه اندام صفت کفتر ماده یک ذره ضعیف می باشه رویایشان مگمی ماده از اصل هستند از نگاه روی چشم پوپک بغبغه کل چیز اصل است ماشاءالله نام خدا چون خب جسامت بسیار مقبول چشم بسیار مقبول شانه بسیار مقبول واقعا که زور ماده است ماشاءالله و خیر شو کنید و خیر شو کنید دیگه این هم یک دانه سیامینای سرگل موزپای که البته پشت بیا زمین جور میشه دیگه این کفتر آمینی کفتر است چهار تا پاچش رنگه دیگه اینمی ماده است که اینمی نرا ما باف داده رایستیم و نسل گرفته میریم از اینمی کفترام پالوان شفیق کدام دانه را استعمال میکنیم کاکوش حسین ما با واقعیت شگراز پرسان کنیم ما 16 رقم دانه میتونم کفتر 5 رقم دانه است که چوچگیرا میخوره بله تنها چوچگیرا و یک مقدار 10 رقم گت که دیگه کردیم خودم ترکیبی است مایده دانه است دیگه اگر بخوایی که من هم بگیریم به خاطر از اینکه دوستان اگر از دانه را بیاری 16 رقم دانه چطور 16 رقم دانه بیته ما به خاطر کفترها
سر روی کفترک اصلاح میکنه، کفترک صحیح میکنه در نگاه خوری و کفتر دادن. من کفترها را خدمت میکنم. خدمت که نکنی کفتر زور هم پیشت خراب میشه. دانه خوبش میتم شان. واقعا دانه که خوبش زحمت میتم شان. میکشین که دانه خوبش که و کفتر هم هر سیزن فرق میکنه دانهش. موسم داره دانه داره. و من میده دانه را بعد از دانه میتمشان و دانه کلان برشان تر میکنم. من اصول ممی است دیگه بر کوچگیرا میتم، کفترای کوچگیراست بله میتمشان و بعد از اینکه دانهشان خوب خوش باز یک مقدار دانه میده دانه میتمشان و بعد به مو ترتیب میده دانه مرم باز هم دوستای گرامی گپ سر دانه آمد. دانه نام خدا چند رقم دانه فکر کنم مسفر پوزدار است. دانه سکرام است فکر کنم کاکا حسین دایی ماش است گندم است، زغر است، شرشم است، مسور پوزدار است، ارزن است، بنگدانه است، باجره سیاه، باجره سفید است، میدگی جواری است و همچنان در این نسک وطنی است، همچنان برنج لکه. واقعا که دانه بسیار زوردار، واقعا که دانه شفاف بسیار پاک. حتی همین دل میشه که حالا چاشنی خورم. این دانه که ما به اصطلاح چاشنی میتونم. چاشنی های چوچگیری است. البته چاشنی پریشی علایده است، چاشنی های چوچگیری علایده است که بکشید میچره. شوره را میبینین اشمت جان، شوره را سعی کن چه خوب شوره جور کرده. چند رقم شوره جور کرده باشید؟ کاکا حسین در این شوره میدگی پوست تخم است. بله بله. کروت است، 2 رقم پودر کلسیم است، میدگی پوست میدگی استخوان است، استخوان حیوانات، بلک شانه گوسفند، همی حیوانات گاو گوساله را میگم گوسفنده و همچنان میدگی پوست مایام است. در این باز من میده دانه است یا دانه هم گت میکنم و البته سرمریگ است، نمک است، باز شوره پشت دیوال است. بله پایانش که است نمک است، سرمریگ است، شوره است که از قلایی که 100 سال 200 سال قبل است از او است. و در او ما یک چیز دیگر رو اضافه میکنم. 3 رقم همی کلسیم است، یکی کلسیم است، یکی ویتامین سی است، یکی مولتی ویتامین است. او یک پوتیشا میگیرم مکمل میده میکنم، پودر میکنم با شوره گت برد تینامیز برد امیز خداخت شوره چوچگیرواست. اینی هم دانه کلان دانه است. بس کفتر تو اینی کلان دانه است که در کلان دانه بیادر جواری است، مشنگ است، جواری های سفید است، شاخل است و همچنان نسک وطنی است. یعنی 5 رقم دانه است که کفترها را فعلا میتون و باز بهار که شود در یک 3 رقم دیگر هم کلان دانه است اضافه میکنم. یکی کلول است، بله بله. یکی ماش است و باز همی سیزن ها فرق میکنه که کدام مقدارش کدام مقدارش زیاد شد و کدامش کم شد و به او خاطر چون این دانه است گرم سرد است. بازی دانه را میشویم، این دانه را میشویم. بله علاوه از اینکه میشویم بازی را تر هم برشان میکنم. شاید بعضی دوستا بگه که تر بر کفتر نقص میکنه. نه، بر علاوه ما تر به خاطر میکنم که کفترای چوچگیر که اکثر وقتا در بهارا فلتر کنه. می کفتر که وقتی که چوچه دانه را میخوره بله سرش مادرش کاو میتیش در جاغورش میپنده، باعث میشه کم او میشه، کفتر ضعیف میاد. و این کفتر که من چوچه را دانه را تر میکنم، کفتر که میخوره حاجت از این است که بپنده او مقدار که در وجودش هست اضافه میشه، نیاز نیست کم اوی باشه. یک طریقه تشکر قربان. کفتر چوچه چرا سوخته نبیه. عمر دراز کلش گپا کلش یک نوع کتاب است، یک نوع تجربه است. معلومات هاشان معلومات ها را نمیده. ما صدقه توشم. ببینیم که دوستا تشکر برادر عزیز آلمان جان شکر جان خان. ببینیم که نبی جان چه خوب کفتر خیلی لوشی است که البته که سوکسینای دم سفید ما گت میکنیم. دیگه این مادام بسیار از اوصاف روی و از اوصاف رنگ خود، از نگاه چشم خود که بسیار چشم متابی مرواری بسیار خوبش داره، موجه بسیار خوبش داره. دیگه هم اوصاف کفتر خوب، اندام کفتر دینمی کفتر. و یک چیز دیگه نگفته نمونه کاکا حسین گفتم اکثر زیاد سوکسینا رو جنس به جنس کردن، کوتاه شده. بله. باز ما می کفترایم کس خوب لاجدار است. جنس به جنس نمیکنیم. به جنس نمیکنیم شون به خاطر از اینکه جنس کفتر جنس به جنس شود از لحاظ ژنتیک باز روی هم خراب میکنه، اندامشون کوتاه میشه. این کفترکا خوب لاجدار دراز است. و کفتر اصلا کلان میموشه. گلا برف نبی جان سابق همی بزرگای ما بود، اما که لاجدار سلمانا که بند بازو که همی اندام هم دمو. حالا نام خدا اما تو کفتر جمع کردی بیرقای بالا. کاکا حسین گل اینی یک دانه یک سرخ دیگه است که از نسل کفترهای خود ماست که سرخ بخی هم تو سرخ پخته است که سرخ جگری میگن. بله. سرخ حسین اگر که جنسش هم تو خاص سرخ است.
ایره بعض دوستا سرخ گوشت گوی میگن. گوی میگن. ولی از لحاظ رنگ در حساب شوق کفتر یک عیب است، به خاطر که بله. رنگ خالص خود نداره، چون سرخ به سرخ شده رنگش تیز شده. بازی را کتلوشی ما کیلوشی میدونیم در بخوری، درجه سرخ رنگ زرد همیشه است. پایان شود. برده تمیز اصلا در داره. اصلیت خود سرخ است. بله در سرخ اصل- است که همون تو درجه رنگش بسیار بالاست، به او اسلام شما میگیم. این سرخات در نگاه درجه بندی است. بله که سرخ درجه نیست که از این مثلا است درجه رنگش بسیار بله. بالاست. باز اعلان کیزی سرخای میخوره که مثلا مالوشیا داره که باز پس نارنجی تو چه میتن دیگه کفتر هم کفتر قابل تعریفه. بله به بعضی- خاطر کیزی لوشی میخوره باز یا بسیار تو چای نارنجی اسلام میتن، رنگای بسیار اسلام. بعض دوستا این سرخا را گوره میگن، ولی گوره یک رنگ دیگه است. گورگی خاص خود داره. گورگی گورک خاص است داره. یک چیز خطاست که دو نسل والا متولد است. شفیق جان واقعا که چوچگیری بسیار مشکل بله کاکاش واقعا زیاد بسیار. شناخت گپ کردن کفتر که میگن مشکل است، شناخت. بسیار مشکل است. خدا خیرت بده. دیگه این کفتر هم بسیار از بسیار افرادهای روی بسیار خوبش است. بسیار کفتر که طلایی کی پشت روی. خیلی ببینی نبی جان خان تشکر میکنم از لالا نبیم. حالا نبی جان دیگه سینه دیگه که رنگ از این کفتر اصلاح. دیگه بله بسیار خوب کفتر یا از ماده کفتر است از جنس پشت سفیده. پس سفیدا. دیگه بازی را بعد استاد اعلان کلش سعی میکنن ماده کفتر ها کلش زور کفتر. خدا خیرت بده. کلش کنده کفتر. خدا خیرت بده. چر در حساب نرا و صافا و صفتهای کشمیشی مثلا سیاپتاین سخسینه زرسینه کلش گفتیم. بله این ماده کفتر است. این کفتر هم کشمیشی ماده است. بله گلدار. دیگه این کفتر بسیار قهرمان کفتر است. یک چوچه از یام پیش ما بود، یک دانه کشمیشی که در کل افغانستان خارج نبود. البته خود از کفتر خمرده. البته عکسش به شما نشان میدیم که چوچه از این کفتر بود. خوب چوچهش از بیچاره. پیش ما مرده بود که بسیار دوستا از او شله بود. بسیار خطرناک کفتر. خیر دوستا تا و عکسش از او کفتر در برنامه که شما شریک میکنید. انشاءالله. و از سیاسینای زردگل است و این نبی جان هم از ساده است. دیگه این هم از سیاسینای دم سفیر است که بسیار خوب کفتر است که بازی ما میتونیم که از یک ماده که 3-4 نر استفاده کنیم. دیگه به او خاطر ماده‌ای زور بسیار کم است. باز پیش ما ناراض یافت است. بعد از این یک ماده میتونیم که 3-4 پشت از کفتر نسل گیری کنیم. بله. مثلا یک پشت که پاک شد که دیگه کفتر، دیگه پشت که پاک شد که دیگه قبلا هم کفتر. گفته بودیم مایش تیر سیاسینه تا پاچه رنگ است یا زیردونی شاد داره. پاچه رنگ است. قربان تشکر. اما تو سردنبی نمی داشته باشه سیاسینا، مدا زیردنبیشان چات پاچهشان باید سیاسینا رنگه باشه. سیاپتاین چات پاچهش فامید سفید می باشه. بسیار قربان. کم است. باز حال اصلاح شده که چات پاچه هم رنگه می باشه. سیاپتاین تشکر قربانت. تشکر از معلومات‌های یک جهان سپاسگزار. نبی جان نوبت به شیرازی چپاس. این ماده کارم یک فیلم میگیریم که دوستا شوق شود. خدا چون فامید کفتر شگیری است باید نرم ماده زور باشه. دیگه یار سعی کنم دیگه باز یک شیرازی و یک ذره ما کم کردیم شیرازی های ما را. بله بله دیگه چند جور است دیگه برنامه مقصد فصل دوم برنامه را پوره میکنیم. تشکر قربان. این ماده کفترها است که ما واقعا که چند کفتر هم البته ماده کفترها مادر کا کفتراست زوردار است. نام خدا. نام خدا ماده کنده است. ماده جسامتدار مول چشم کل چیز اصلاح. سرسینه آتا و پشت. نام خدا خوب کفتر است. سوسپتاین نام خدا ارسیش دور است که سوسپتاین موزه پای دم سفید چخ کفتر است. مشکی سینه ماتا و پشت. این مشکی سینه موزه پای است که البته بیشتر که گفتم که برای مشکی چرب پرپای است. واقعا پرپای بیخی نسل‌های زور شه. البته موزه پای است. بله چرا بله. جنسش پیش خود ما بوده بسیار موزه پاییش فول است. تشکر نبی جان خان. زنده باشید. دوام رد برکت. از معلومات‌های که نام خدا برای وطندارا چینی ماده کفترایی است که نرایشش نشان دادن. 3 دانه سرخسینه دم رنگه، یکیش پشت سفید، 2 دانش ماتا و پشت. نام خدا عین این ماده اید با ماده نمیمانه. نام خدا جسامت خوبش، شانه خوبش واقعا که زیباست. بسیار مقبول است. دوستا سعی کنه پولیش سرخگل است و دم رنگه زردگل است. زردگل است. گلای زرد واقعا. بعض کفتر دوستاست که باز یگان داره گلکای چیز هم سرخ تیز داشت با دور زردگل میکنه. اما باید زردگل باید زردگل باشه. همین کشمیشی چه خوب ماده است. کشمیشی بخی دیگه. نام خدا تخته پشت خالی واقعا که زیباست. بخیر شو کنید. بخیر شو کنید.
و یکی مادای کلان که از کاکاشا حسین بله. مادای کلان چی اثر داره که باید مادای کلان که جدا میکنی باید دانه خرد بودی که مادای کلان زود که سنده میشه باید دانه خرد بخورن در جای آزاد باشن که تا و بالا شد تا و بالا شد واقعا ماده کلانه که بیادر دانه کلان دادی مثلا که زیاد چی کردی باز زودتر از تخم میمانه اینی هم یک سرش از که باید این کارا نکنه کسی که ماده کلان داشت بیادر جایش علایده باشه دانه خرد بوده که کفتر آزاد تا و بالا شد که بعد گد کردن تیز تخم میکنه. نبی جان کفتره که از تخمبانه تداوی داره؟ کفتره که از تخمبانه تداوی داره کفتره که مدک کنه تداوی نداره نداره. زنده باشی نبی جان قند پالوان شفیق بعض ماده‌ای که از تخم محبت میمونه بیادرید یک جان سپاس گذار که بیادر جفت تخمایش تیر میکنه بازو کفتر بدبور تخم میشه مثلا دو پشت تخم تیر کردی باز یک پشت بان که خودش بکشه بازو ماده هیچ وقت ماده خوبش خراب نمیشه. خیلی ببینین نبی جان از معلوماتای از بیادرید یک جان سپاس گذار تشکر قربانی تو بیادر طول میشه دیگه هم جای شیرپای شفیق جان امریدم سفید پرپای ماده کفتر است؟ بله بله ماده کفتر است. ایگه کتیترام است نام خدا برو پایش برو ماشاءالله 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 یا در جمله مرکب شیرازی هست که بیادر صفتها و اوصافهای خود که مثلا اونمو کفترهای فتحی نتاریف کردیم اینمی شیرازی هم اونمو صفتها را دارم. نبی جان شیرازی زیادتر مجهش واقع مجه مجهش سفید یک مجه باشه تنگ باشه آه. دیگه مجه یا سفید باشه مثلا در شیرازی سفید باشه در سیاه شیرازی مثلا یا سرمه کدگی یا سفید باشه در امری هم همه یا الماسی باشه یا سرمه کدگی باشه. خیلی ببینید خدا خیر بده شیرازی چپ علایده زیبایی خاص خدا داره یک یا هم یک شیرینی خاص خود داره. نام خدا سیاه چپ دم سفید کال شیرازی های موزه پای سیاه شیرازی دم سفید موزه پای و کفتر نسلی افغانستان شیرازیش 100% یا شیر پای می باشه یا موزه پای واقعا و بعض کسام که میگه که مثلا کفتر پرپای از دیگه نسل جور شده از دیگه نسل جور نشده کفتر پرپای دو موزه پای که زیاد نسل به نسل دی یا دو شیر پای که نسل به نسل دی یک درگه پرای پایشان جاف میشه. خب دیگه این کفتر هم بسیار از نسل خود کفتر افغانستان است. واقعیت است واقعیت باز وطندارای عزیز قربانتان جوانای دوست داشتنی نگه جمع شیرازی ها را دیدیم ماده کفترها را حال نوبت شیرازی های کفترک های زیبا کفترهای نر که نبی جان در تشریح واقعا که نبی جان در تشریح میاره چون خوب یک کفتر زیبا پیشه نبی جان است که در دوستا تشریح میتن یک دانه شیرازی دانه‌دار است بسیار خوب کفتر ماشاءالله ماشاءالله اصل سرخ بسیار یک رنگ سلای بسیار خوبش سرخ دانه‌دار اناری خو نمی اناری دانه‌دار است اینجا دیگه سرخ اناری میگن دیگه بسیار یک نول خوبش بسیار یک مجه نازک البته در شیرازی گردش دیدنی باشه که مجهش بسیار نازک باشه گرکدگی در قاب سرش دیگه بسیار یک نشانی پام خوبش بسیار یک قاب سر خوبش بسیار یک کله چهار مغزی دیگه البته از اوصاف روی خود دیگه بسیار یک دانه بغبغی خوبش خوب یک سینه مقبول یک شانه بسیار بغبغی خوبش و بسیار کوپک خوبش و گردن خوبش سینه خوبش اندام بسیار خوبش که البته بسیار یک اندام خوبش بسیار کفتر کلان دیگه این کفتر بسیار زور کفتر است البته ما کفترایشون پیشتر دیدیم دیگه این کفترها نر کفتر است البته نر کفتر هم سن سال نداره کلش بچه کفتر زیباست
اینی یک دانه زرد شیرازی دومرنگه، بسیار پتی ریشه‌ای، بسیار بله. رنگ خوبش، دیگه قاب سر خوبش، البته موجه صدفی، موجه الماسی دمی کفتر است. دیگه بسیار خوب کفتر، یک چشمک چغر است، یک چشمک سفید است. ماشاءالله بسیار ماشاءالله قاب سر خوبش، بسیار بسیار یک کله چهار مغزی، کوفک و بغبغه بسیار خوبش، بسیار یک پیشانی خوبش فام. واقعا در شیرازی بسیار زیباست. بسیار کوپک‌های مقبول که کوپک‌های شب‌بر آمدن از بغل رویش، بسیار خوب کرد. بسیار مقبول. بسیار یک رنگ زور، ماشاءالله، بسیار ماشاءالله. کفتر بیخی خطرناک. واه 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 بسیار یک دانه یک اخال زور، ماشاءالله بسیار اندام ماشاءالله. خوبش، بسیار پرسلا که البته کفتر خودش کلان است اما خود پر نیست. البته بله. کفترهایی که بسیار یک ذره کلان می باشه برایشان در نوک بال میرسه، مگر از اون بالا شد خود پر می باشه. بله. و بعض کفترهایی که بسیار کلان است یک کمک پریگکایشان هم کلان است که در بسیار جلوی مقبول خود پر کفتر. نمی‌مونه. دیگه این بسیار کفتر زیباست. بسیار زور کفتر است، در جمله سیاه قرمان است که بله. البته پیش ما خوب چوچام داده بوده، خوب چوچا داده، امیال هم یک چوچه جوانش است. دیگه این کفتر هم سن سال نداره. دیگه این کفتر هم از سیاه دانه دار است و از سیاه بخملی است که اگر خود از این کفتر هم یک اخال است، نشان از بخملی و ریشه‌ای خود در خود هم یک اخالی است که البته در گل سفید خود دانه دار است. که بازی را دوستا سعی کنند که البته بازی چوچایش یا بخملی می باشه یا سیاه شیرازی های دانه دار که البته هم دانایشان صحیح می باشه، معلوم میشه سیاه شیرازی ها بله. دانه می داشته باشه یا ریشه ای می باشه. الخاص واری سیاه. چه خوب یک دانه یک اخال بیروان، نام خدا چه خوب زیبا. همین مقبولی زیبایی دم یک اخال است. تا سعی کنین که چه خوب یک روی بسیار زیبا، یک چشمش دمی کاسه سرش برکدگی موزفای بسیار نام خدا. تا سعی کنین بسیار زیبا، بسیار مقبول. واقعا که شفیق جان بسیار یافترش چپ شمه. واقعا که حال باید شوق ما را پالمان شفیق گچه با چپ شمه. قربانت نبی جان قن بخیر شوق کنیم. دیگه اینی کفترک هم چوچه از همون کفتر است که این کفتر هم موجه صدفی گفته میشه، هم الماسی. دیگه بسیار زور کفتر هم یک ششما کفتر است. چوچه همی کفتر است که نباسایی کنه که دوستا هم دانه دار است هم میشه سیاه چپ تاپدار یا بسیاری کسا سیاه پشت میگن. دیگه بسیار خوب کفتر است، بسیار زور کفتر. دیگه بازی کفتر یافتر سیاه شیرازی جنسیت صحیح داره. دیگه کفتر داغی کفتر است، مگر بسیار قهرمان کفتر، بسیار زور کفتر. معلوم از دوستا کفترها شناسایی داره که البته اصلاح شده است. دیگه گفت بسیاری کسا شک چاپ میگن، بسیاری کسا پلنگ میگن. در اصلیت خود پلنگ است. دیگه بسیار خوب کفتر، بسیار چشم زور، نول زور. دیگه در اصلیت خود کفتر شیرازی است. گیرگت هم کنی شیرازی چو شمیته و البته تشریح از میره پالون شفیق بیاد تو در مورد از زیاد خواندی. پیش آجی صاحب عزیز است اسمی. بله شوقی زور از جاف است. کاکو شاه حسین گلی کفترک پلنگ چاپ میگن. از کلگی دوستا پلنگ میگش و کفترک جوانام است، از جنس کفترهای اشتیاق عزیز است و در اصلیت از این کفترهای کاکو جان آقا است که کفترها را تادا بشه. کاکو جان آقای دمرات خان یاد بله مغفرتش کنه، تادا بشه مانده و در پلنگام قسم است. ایره سرخ است، در اصلیت خود سرخ است ولی رنگش زرد آمده دوشی میگن شما سرخ لوشی. و دیگه خوبی که داری کفترک چشمای سبز داره، خیلی چشمکای مقبول چشمای سبز داره و جوان کفتر است. دیگه یکی از خوبیای دیگه از یابی که است که موزفای است. انشالله قد و بست اندامش هم به دوستا به تصویر میکشونیم و ایرام از کفترهای کاکا عزیز است، از عزیز جلال آباد و استاد یاسین. بله اصلا جنسیتش از او است و ایره استاد یاسین قهرمان کشورمون برای ما لطف کرده. بسیار زیباست، بسیار مقبول است. بازم تشکری میکنم از پالوان شفیق که چه خوب کفترک ها را نبی جان در تشویق آورد. زنده باشی. چه خوب یک کفترک دیگه. بله یک دانه سیاه شیرازی گل سفید است که در سابقه مثلا 25 سال پیش بسیار کفترهای شیرازی گلدارای خوبش بود. بله دیگه حالا فعلا کفترهای گلدار شیرازی کم شده، هم جای زردگل بود، هم جای گلای فامیلی گشنیچی داشت. مثلا سرخ شیرازی های بسیار خوبش بود گلدار، زرد شیرازی های بسیار خوبش گلدار بود، سیاه شیرازی های بسیار گلدار، گلک های سرخ بود. گل کس اصلا در زیبایی خود مثلا در یک کفتر که گل شد اونم گل خودش یک زیبایی را میاره. دیگه حالا یک ذره کمچین است. دیگه این کفتر هم بسیار یک کفتر زور است، بسیار یک کفتر مقبول است، از جنس گلناراست که مانده. دیگه بسیار خوب کفتر است. یک سیاه شیرازی دم سفید است
بسیار یک اوصافای خوب، بسیار اندام خوب، بسیار چیز دمی بسیار کفتر. زیبا. بله. وقتی چوچه میته گل کشید کفتر مکمل سرخ گل شده میته. نام خدا. موبایل ماشاءالله. کفتر در این فرصت چوچهش خراب نمیکنه، بسیار از روی یا اصلاح میباشه. نام تا گل چوچه میته چون تو بقیه بیگل ما میزنیم. بله ساعت گلای مقبول دور از میره. بیخی اصلاح میته. ایره کتی کدام کفتر گت میکنی؟ ایره که اگه سیاه چپ دم سفید کفتر. گت می. بله گت کردیم شد. ماده شخص همینجا نام. چپ ماشاءالله. خدا خیرت بده. ببینیم که نبی جان چی ده آورده بادار. امریدم سفید است، بسیار مقبول کفتر، بسیار موجه خوبش، بسیار سر روشن، سر بال البته یک رنگ است. بله. از انبیای نمی اوصافا و صفاتا باید داشته باشه که چیدم رنگه چیدم سفید سر بال یک رنگ باشه و پر خوبش داشته باشه، اشت بالش بسیار خوبش باشه، مکمل تا آخر باشه، بسیار نازک خوبش، سیاهی خوبش داشته باشه. می اشت بال مثلا به خط بال امری بله. مکمل باشه. دیگه این کفتر بسیار خوب کفتر است از نگاه اوصاف روی، کوفک، بغبغه، رنگ. موزه پای است یا پرپای؟ شیر پای است. شیر پای است که البته زیاد جنس با جنس خورده، پرپای نیست. شیر پای است. پول موزه پای هم بسیاری کسا میگن. بله. با چه خوب یک پره داره بسیار. بسیار پر خوبش دیگه کفتر است که سلاس کفتر که امریک سر بالش یک رنگ بود، پرش هم خوبش میباشه. قربان. باز کفتر امریک سر بالش یک رنگ نبود، پرش هم لکه میداشته باشه. تشکر قربانت از معلوماتای از شوقای. ماشاءالله. هم کوکوشا حسین یک دانه زرد شیرازی است، بسیار خوب کفتر، کمک نوکک نولش خرمایی است. بله. زرد شیرازی ها زیافترش فهمیدی که جنس با جنس خورده بود، نولکایشان یگان ذره خرمایی بود. بله. و حالا یگان نشان زرد شیرازی زور کس نوک نولش خرمایی می باشه. قربانم. او ای ویلت نیست در شیرازی. بله. او در زردا می باشه. زیافتر نوک نول خرمایی زرد شیرازی ها نوکک نولش خرمایی می باشه. بله. زرد شیرازی های سابق. بله. دیگه یا یک دانه زرد شیرازی دانه دار است که یک دست رنگ داره. بسیار یک مقبول کفتر، بسیار زور کفتر، کوفک بغبغه اندام خوبش. وی کفتر شیر پای است. واه. ماشاءالله. بسیار کم می باشه. ماشاءالله. دیگه دوستا جور کردن زیافتر شیرپای مثلا فول پرپای موزه پای زدن، باز پرپای به وجود آمده، باز پرپای دیگه یک ذره کفتر کملک میشه، باز قنمود نمیته. دیگه باز اینمی موزه پای و شیرپای بسیار نمود میته. دیگه بسیار خوبش می باشه. دیگه کفتر ماشاءالله. بسیار خوب کفتر. واقعا که زیباست. واقعا که زیباست. نگه زنده باشی نبی جان. قربان. نام خدا زر شیرازی. موزه پای خوب کفتره. یک اخال. همی یک اخال سیاه. واقعا که از اون بادخانهایش معلوم میشه که دانه دار است. واقعا. بودی چوچه که بتاین هم تو چوچای سیاه میده و چوچای سیاهش هم تو دانه دار میباشه، سیاهی پرش. زر شیرازی نام خدا. پتی چه خوب کفتر است. چشم سفید. همی کفتره که پلنگ میگنش هم موزه پای بسیار زیباست، بسیار مقبول. هر دو چشم سفید سوست. پلنگا که از بازم خود کاکا جان آقا باز در اصلیت پلنگا رو یک جنس که پتاینا زده بود شیرازی را. بله. که بازی نمی جنس ها مانده. یا مثلا یک لوت که پتاینا خورده ای پلنگا. خدا خیرت بده بیادر. زنده باشی قربانت. شوقایتان برکت. واقعا که شوق به مردم تشریح کردیم. شوق به مردم زیبا ساختیم. دیگه اونم سیاه چپ چی هم یک اخوال است که نام خدا سالبر نشده. چه خوب اندام، چه خوب سر روی، چه خوب بخملی، چه خوب گردن هم سیاه چپ. شفیق جان خان پالوان شفیقی تو چای کدام است؟ کاکوشا حسین گلی کفتره کنون یک اخال که است چوچه پشت اول است. تخمش از زیر پای کفتره فیر کرده بودم. و اینی سیاه چپ که است خوب بریده است، فقط این ماشاءالله. کدگی سیاه خوب پول مدفای است. یا هم چوچه از یک اخال است. نامده یک اخوال. هر دوی از ماشاءالله. پشت اول است و پشت دوم است. یک ماشاءالله. و شاید یا تفاوت داشته باشه. ماشاءالله. بخیر شو کنید. بسیار زیباست. نام خدا. ماشاءالله. بازم وطندارای عزیز، وطندارای دوست داشتنی، تا آخر برنامه با ما بودین. خدا کنه که از این برنامه لذت برده باشین. قربان وطندارای خود، همه بزرگای اهل قدر هستند، مهربان هستند. همه شوقیای خود دوست دارم.
علی قدر هستند بزرگا، شوق از بزرگا مونده، از کلانا مونده. چقدر یک صحبت شد که از بزرگا یاد شد، از کفتربازهای سابق، از کفترهای بسیار زیبا در برنامهش مجان گرفتن تا که دمتان غلیمت شد. قربانتان برنامه را میجا و پایان میرسانیم تا برنامه جدید دیگه. قربان وطندارای خود برنامه ماما شاه حسین لایک کردین، کامنت کردین، سابسکرایب کردین. از تک تکتان سپاسگزار. بازم ماما شاه حسین در اختیار هستند. از برنامه یوتیوب چینل پرنده ماما شاه حسین در خدمتتان است. لایک کنین، کامنت کنین که تا که ماما شاه حسین از طریق کفتر بر همه وطندارای خود خدمت کنین. از نبی جان، از شفیق جان، پالوان شفیق مهربان، نوی جان قصاب، پالوان نوید، یک جهان سپاسگزار که میمانای عزیز داشتیم. حالا قربانتان نوی جان کدام گفتنی کدام پیام داره این کامرا در اختیار بیادر همشون شوق کنند کدام سوی خطایی که شده باشه البته دوستا از ما خار نشه. بعضی گپایی هم که گفتیم البته دوستا از ما خفه نشن و دوستا را هیچ وقت زور نتن. با کسی که بیادر اندیوال دوست از خوش میشه، کسایی که اندیوال دوست هم نیست ما گپ خراب نزدیم، از ما لطفا خفه نباشه. قربانت از میمان نوازی خوش آمدید کاکا شاه حسین گل. قدم‌های بالای دیده ما. تشکر از اینکه دوستای نهایت گرامی بیننده برنامه ما بودین. امیدوار هستیم که از برنامه ما لذت برده باشین. امی کمی و کاستی که در برنامه بوده باشه، در گفتار ما بوده باشه، کدام گپ زده باشین که باعث شکررنجی ناراحتی دوستا شده باشه، شخصا قلبا معذرت خواهی میکنیم. و همچنان هدف ما از برنامه ای بوده که دوستایی که خارج از کشور هستن خارج از کشور هستن، ببخشید دوستا در دیار غربت هستن، از شوق لذت ببرن و صرف هدف مایی است. و پیام ما به تمام دوستان نهایت گرامی، کسایی که در داخل از افغانستان هستند و خارج از افغانستان هستند، این است که همیشه شوق کنن، شوق به کاکگی کنن، چرا که شوق بسیار پاک است. در پالی از اینکه پاک است، بسیار یک شوق شایی است، یک شوق است که با واقعیت کسی که از این شوق استفاده کرده باشه لذت میبره با واقعیت و همچنان شوق به کاکگی کنین. و ما شخصا بعض دوستا بعض جای شاید از ما خفه باشن، ناراحت باشن. دروازه ما به تمام دوستا، به تمام اندیوالا، کسایی که از ما خفه هستن برویشان باز است. ما همیشه خدمت شوقی را میکنیم. هر کسی که باشه به هر سویی که باشه برادر ماست. ما کسی هیچ گونه مشکل نداریم. هر کس که به قدمایشان بالای دیده ما انشالله ما خدمتش میکنیم و از هیچ کس خفه نیستیم، ناراحت نیستیم. خب بعض وقتا در بعض حالتا در بعض شوقا شکررنجی به وجود میاد دیگه. خیر دوستا، با بزرگواری خدا ما را ببخشن. ما شخصا از هیچ کس کینه نداریم، نفرت نداریم. همیشه هر کس که باشه دوست داریمش، بلخصوص کسی که او نمکش خورده باشیم. انشالله در دل ما کدام کینه نیست. هر کس که از ما خفه است از طریق برنامه شما ما معذرت خواهی میکنیم، خفه نباشه. خب شوق از دلبر از دیگه. بعضی وقتا بعضی یگان گپا یگان کشیدگی ها میشه. مقصد دیگه همیشه شوق به کاکگی کنیم. یک کاکگی و جوانی، یک مردی و یک جوان مردی نیاز داره. ما صدقیتون شو وطندارای عزیز. یکی از جمله دوستایم در کامنت نوشته کرده که ماما شاه حسین دائم در برنامه گفتین که کاکا و خراباتا. امی ما پالوان شفیق خواهش میکنم که برای امی وطندارای بگویه که امی کاکگی چی مانا، خرابات چی مانا. بخیر سلامت باشی کاکا شاه حسین. گرچه ما آدم قدر کلان نیستم، خرد هستم، قدر همه دوستا مرا ببخشه که کدام اشتباه میشه. کاکگی و جوانی کس، کاکگی یک کلمه عربی است اصلا در اصطلاح. بله. کاکگی و خرابات هر دوش یکی است. خرابات یعنی خراب، آباد، و یعنی از داخل خراب، از بیرون آباد. خرابات یک کلمه عربی است که خرابات در اصطلاح نور الهی است. و نور الهی است، نور الله جل جلاله است به قلب انسان ها. خراباتی و کاکا، بعض دوستا خراباتی و کاکا را هر دوش یکی میدانند. خراباتی کسی است
که ایثارگر باشه، جواد باشه، یک کسی است که از خودگذری داشته باشد، در مقابل مردم نفرت نداشته باشه، کینه نداشته باشه، یک آدم دسترخواندار باشه، دیگرها را از خود قدر بهتر بدانه و اولین بار به بار اول خرابات توسط حکیم سنایی، توسط حضرت حکیم سنایی به بار معنویت مثبت به بار گرفته شد. دیگه کسی خراباتی باشه، کاکه باشه و همیشه در قلب ما جای داره و هیچ وقت ما خود به این حساب نمیکنیم که فهمیده هستیم، دانش داریم، علم داریم. دیگه کل دوستا در قلب ما جای داره. انشالله خدا کنه که این موضوع رو تشریح کرده تانسته باشم. جیب خود برادرها تقسیم میکنه. بله. البته جیب صلاحیت جیب خودش نداره. خودش کاکگی و یاری خود. بله. دست یک غریبه بگیره، خانه یک بیوسن برای پرسان کنه، کاکگی اینی بعضی کسا خرابات دیگر شکل فکر میکنن، مثلا خرابات در قمار میبرن. اما او کس فامیلی خرابات گفته نمیبره. از برادر عزیزم تشکری میکنم. قربانت. جواب با عزت باشی و همچنان نگفته نمانه که من انشالله کوشش کرده باشم کمی کلمه خرابات و کلمه کاکگی را به خوبی و به درستی و طریقه درستش به وجه احسنش تعریف کرده بتانم. دوستایی که میخواستن بیشتر معلومات کنن باید میتونن کتابای بزرگوارا عالما را معلومات بگیرن. انشالله بیشتر میشه معلوماتش. ما قدر معلومات داشتیم که همراه دوستا شریک کردیم. خیلی قربان. بازم تشکر. با عزت باشید. قربان تو یک جان. با عزت و حالا از نوی جان قند پالوانایی در قصاب یک جان سپاسگزار. شوقی های بسیار مهربان کامرا در اختیار تصدقیت جون. قربان چند بر تمام شوقی عزیز سلام های خود چی در خارج هستن چی در داخل هستن میرسانیم. قربان هم وطندارای عزیز، یک سلام خاص خود برای مسافرایی که دور از افغانستان تقدیم میکنن که وقت برنامه آخر است. حاجی صاحب پروانی، حاجی صاحب رشاد جان، حاجی صاحب جواد جان، حاجی صاحب خالد جان و همه مسافرایی که اعلی قدر هستند تقدیم میکنم. خدا کنه که جور سرحال باشن. نور آقا جان سلطانی کامیاب سرفراز باشن. حضرت صاحب دیگه برنامه میجا خاتمه میتیم. برنامه جدید داریم پیش رو. خدا کنه که برنامه خوشتان آمده باشه. تمام ملت افغانستان، تمام کاکا و خرابات ها، جوانای خود، بزرگای خود و خدا مسپارم کامیاب سرفراز باشین. خدا تایید ترایید داشته باشید تا کامیاب سرفراز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.